فکر می‌کنی قوی ترین عضو خانواده کیه؟ از نظر علم روانشناسی شاید حدس بزنی که قوی ترین کسی که بیشترین پول رو داره در میاره، کسی که ستون خانواده است، کسی که همه با حرفاش ساکت میشن و حرفشو قبول دارن. اما علوم عصب روانشناسی چیز دیگه ای میگه و باور کن خیلی قشنگم میگه. روانشناسی خانواده توسط محققانی مثل بوون، مینوچین، گاتمن یه چیزو ثابت کردن. میگن قوی ترین عضو خانواده کسیه که کمترین واکنش هیجانی رو داره. بله، همین، فقط همین. نه اون کسی که فداکارتره، اون کسی که تنظیم شده ترینه، کسی که وقتی بقیه توی طوفانن، توی خشونت هستن، توی عصبانیت هستن، روی خودش کنترل داره. و علمی اسم براش گذاشته The Regulating Force، نیروی تنظیم کننده خانواده. آدمی که خودش رو نگه میداره و همین نگه داشتن خونه رو نگه میداره، خانواده رو نگه میداره. چرا؟ چون سیستم عصبی آدما به هم وصله. یه نفر که آروم بمونه میتونه ریتم عصبی کل خانواده رو تغییر بده. گاتمن یه جمله قشنگ داره، میگه تنظیم یک نفر تعارض کل سیستم رو پایین میاره، اون چالش رو میاره پایین. حالا حدس میزنی که این قوی ترین فرد معمولاً کیه؟ از نظر علم روانشناسی 4 نفرن که امیدوارم یکی از این 4 نفر تو باشی. اولی، تو 70% خانواده ها مادر، چون کودکان ناخودآگاه با بدنش تنظیم میشن. اگه اون آروم باشه خونه آرومه، اگه اون مضطرب باشه خونه ناامنه. مثلا مادر قلب خانواده است. دومی، شاید کمتر حدس بزنی، یک نوجوان آگاه، به خصوص فرزند اول، همون کسی که زود بزرگ شده، میانجیگری میکنه، تنش‌ها رو کم میکنه، کم واکنش ترینه، اما عمیق داره روی رشد خودش کار میکنه. بوئن به این بچه‌ها میگه تنظیم کننده پنهان سیستم. سومی، پدری با ظرفیت هیجانی بالا، نه اون پدر سختگیر، نه اون پدری که قدرت طلبه، پدری که بلد مکث کنه و با احترام حرف بزنه، خوب گوش بکنه. و گاتمن میگه یک مرد تنظیم شده 50% تعارض و چالش‌های یک زوج رو میتونه کاهش بده. و چهارمی، زیباتر از همه، کسی که تحت درمان، تحت یک تراپی درسته. گاهی قوی ترین آدم خانواده نه بزرگترینه، نه قدرتمندترین، بلکه همونی که چرخه رو داره متوقف میکنه. کسی که میگه من دیگه مثل نسل قبل واکنش‌های رفتاری نشون نمیدم. این فرد میشه چرخه شکن. این کسی که نیروی تنظیم کننده داره و سیستم عصبی خانواده رو آروم میکنه، چون داره روی خودش کار میکنه. پس قوی ترین عضو خانواده تنظیم شده ترین انسانه. کسی که خودش رو مدیریت میکنه، نه فقط دیگران رو. کسی که قبل از واکنش مکث میکنه، صدا رو بالا نمیبره، احساساتش رو روی بچه‌ها خالی نمیکنه، بلده که بیاد همدلی بکنه و روی خودش کار میکنه. این آدم آرامش رو میسازه، البته نه با زور، بلکه با تنظیم، با کورگولیشن. و اگه یه نفر توی خانواده آگاه تر بشه، همه منتفع میشن. این قانون علمیه، نه توصیه انگیزشی. و شاید تو هم یه نفر باشی. برای من بنویسین تو خانواده شما کدوم قوی ترین عضو خانواده است. با عشق و احترام، جوری روانشناس شما.